ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی. قسم یکم، منادی صلح و شاعر توانا. تاریخ هیچگاه در فضای خالی با وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای من بعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، باباجان غفوروف و میرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین ابرمردان بزرگ بودند که قسمت خلق خیش را در مرحله‌های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه‌های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. در مرز 2000 ساله وقتی که خلق تاجیک به مرحله نوی ترقیات خود وارد گردید و ما راهی در عصر 20 طی کرده خود را جنبش نمودیم، با نظرداشت خدمت‌های بزرگ و فداکاری آنها در پایه‌گذاری استقلالیت تاجیکستان، انکشاف تمدن و خودشناسی ملی با عنوان عالی مملکت قهرمان تاجیکستان سزاوار دانسته شدن این فرزندان با شرف ملت کاملا قانونی است. زیرا هر یکی از آنها در حیات سیاسی و جمعیتی و علمی و فرهنگی تاجیکستان مقام شایسته دارند و جای استاد میرزا ترسونزاده مورد ذکر خاصه می باشد. میرزا ترسونزاده نه تنها همچون شاعر شهیر بلکه به صفت ارباب بزرگ دولتی و جمعیتی و سیاسی به حیث رئیس کمیته یکدلی مملکت‌های آسیا و افریقا در تمام عالم متمدن شهرت داشت. او به این تشکیلات جمعیتی بین المللی 20 سال عاقلانه سروری کرده در تحکیم پیوند دوستی و در رابطه‌های ادبی مردمان دو قطعه مبارز سیاره آسیا و افریقا خدمت‌های شایسته به جا آورد. میرزا ترسونزاده با مهنت فداکارانه خود در راه ترقیات ادبیات بدیعی، مستحکم نمودن صلح در بین مملکت‌ها و قطعه‌های عالم آبروی و اعتبار بزرگ داشت. او در ردیف مشهورترین نویسندگان و اربابان دوران خود سزاوار عنوان عالی قهرمان مهنت سوسیالیستی گردیده بود. در جاده شعر و شاعری و صنعت سخنوری شاعر نامدار تاجیک با ستاره‌های تابناک ادبیات معاصر جهان در یک پایه قرار داشت. میرزا ترسونزاده همچون یک فرد فرهنگی نهایت فعال و مبارز از ابتدای سالهای 30 عصر 20 تا انجام عمر پربرکت خود در نوسازی تاجیکستان ترقیات ادبیات، علم و هنر آن سهم ارزنده گذاشت. او چون شاگرد صادق و وفادار در پهلوی استاد صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی به خاطر پایه‌گذاری ادبیات و صنعت نو تاجیک خدمت‌های شایسته تقدیر کرده است. در دوره حاضره که ما شاهراه وحدت برپا می نماییم و این راه عظیم سرزمین سبز و خرم ما را با کشورهای بزرگ عالم خواهد پیوست، باید از آن یادآور شد که میرزا ترسونزاده و همصفان او در سالهای 30 عصر گذشته در ساختمان راه ماشینگرد دوشنبه خاروق و دوشنبه خوجند فعالانه شرکت ورزیده درباره مهنت سازنده خلق اثرهای پرارزش آفریدند. میرزا ترسونزاده و دیگر نویسندگان و هنروران تاجیک در ساختمان کانال‌های کلان فرغانه و حصار حصه ارزنده گذاشتند. ساختمان‌های عظیم که تمام تاجیکستان را فرا گرفته بودند، نه فقط ظهورات خودآگاهی ملی و وطنخواهی خلق تاجیک بودند، بلکه همچون سرچشمه الهام و انکشاف ادبیات و هنر از جمله ایجادیات میرزا ترسونزاده به شمار می‌رفتند. شعر و داستان‌های میرزا ترسونزاده که پیشرفت تاجیکستان و رشد و کمال معنوی مردم کشور ما را با صنعت عالی سخن و مهارت بلند تصویر می‌نمایند، دلیل روشن یگانگی شاعر و خلق و وطن می‌باشند. او به صفت مبارز راستین راه صلح و دوستی خلق‌ها و بسیار مملکت‌های جهان سفر کرده از منبرهای بلند بین المللی سخن می‌گفت. تاجیکستان و خلق تاجیک را چون ملت صلح‌پرور، بشردوست و فرهنگی و خردمند به تمام دنیا مشهور ساخت.
тоҷикистонро на танҳо шахсияти нотакрор ва ибратбахши мирзо турсунзода чун инсони фурӯтанд, донишманд, дӯстпарвар ва арбоби барҷастаи давлатию ҷамъиятӣ, балки ҳамчунин асарҳои пурмазмуни ӯ машҳури ҷаҳон гардониданд. дар ин ҷо бахши чеҳраҳои мондагор дар боби мирзо турсунзода, шоири бузург ва ходими маъруфи ҷамъиятӣ дар қисми якум мунодии сулҳ ва шоири тавоно ба поён расид. шуморо дар нашрҳои дигар ба идомаи рӯзгор, осор ва корномаи мирзо турсунзода, мунодии сулҳ ва шоири тавоно шинос хоҳем кард.